استاد مسئله یعنی نماز در یک دو سه سوال داشتم. نه دوملو در نماز فرضی قرائت میکنه سوره فاتحه را، بعد مثلا آیت سوره بقره میبیا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. همینم دوملو خطا میکند سراسر میشود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور الى الظلمات میگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همینجا همین نماز باطل میشه از سر خوندن نکنه این نمازه. بعد خلاصه در آخر سجده سهو نمیکند، خطاگی خود رو نمیفهمد. آدمایی که همین خطاگی دیدن باید اصلاح میکردن در جاش. یعنی امام خطا کرد. خطا آن آدمی که به کاری نادرست دست میزند نه قصدن، خطاً، یعنی سهواً، او در نظرش درست خوانده ایستاده است و این مقصدش اینه که الله تعالی آنها از نور به تاریکی میبرارد یا اهل جنت به دوزخ میدرآیند. گفته تلاوت کرد، خطا کرد، لیکن وای قصدن نکرد. اگر قصدن کند خیلی معلوم است جزایش چی میشه، لیکن وای خطا کرد. الله تعالی خطای به امتی ما بخشیدگی است. خطا فراموش خاطری را الله تعالی عفو کردگی است، جزا نمیگیرد با اون. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چی گفتن که لیلی اولو الاحلام منکم، و پشت من آدمای به عقل ایستاد گفتن، یعنی نمدارها ایستاد و پشت امام. من شما دانستید برای چی اصلاح نکردید امام؟ همون وقتی که خطا کرد در حال لقمه دادن نکن. لقمه دادن یعنی اصلاح میکنید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، گفته آگاه میکنید. وقتی که به عکسش گفت و اولئک اصحاب النار گفت اولئک اصحاب الجنه میگوید، تا اینکه داند که خطا کرده است. اگر نکردید شما گناهکار میشید. نماز الله علم نماز درست است.